اگر تا به حال ترید نزدی این ویدیو رو تا آخر ببین. سلام و عرض ادب خدمت دوستان گلم، امیدوارم که حالتون عالی باشه. آقا خیلی ها هستن با توجه به اوضاع اقتصادی که هستش میخوام به سمت ترید بیان. چرا؟ چون در سوشال مدیا باوری نهادینه شده که به ما میگن آقا ترید ما را میلیاردر میکنه. آیا این حرف درسته؟ یا اینکه شایعاتی هست که میگن ترید قماره. آیا این حرف درسته؟ میخوایم بهتون بگیم که اگر چه شرایطی رو داشته باشید میتونید وارد ترید بشید. با من همراه باشید. درود بر شما. ببینید، اگر شما بخواید وارد ترید بشید، اولین کاری که باید انجام بدین ثبت نام در یک صرافی ایرانی برای خرید تتر هستش که بتونین پولتون رو از ریال به تتر تبدیل کنید یا به ارزهای دیگه که بتونین اینو وارد بروکر کنید. بروکر چیه؟ بروکر نقشش اینه که شما به طور مثال میخوایم وارد بازار فارکس بشید. حالا بازار فارکس هم بهتون توضیح میدم. شما فکر کنید یک بازار مالی جهانیه و میخوایم واردش بشید. باید چطوری وارد بشید؟ از طریق کارگزار یا بروکر. حالا ما داخل ایران یه سری کارگزارهایی رو داریم که اینا برای بورس ایران هستن و میایم چیکار میکنیم؟ با استفاده از این بروکرهایی که به ما خدمات میدن ما پولمون رو در حساب بروکر میذاریم و بروکر هم متصل میشه به بازار جهانی فارکس و ما اونجا میتونیم ترید بزنیم. خب میایم ثبت نام میکنیم در بروکر، کارش انجام میدیم، احراز هویتش انجام میدیم، پولمون رو تتری واریز میکنیم به بروکر و اقدام میکنیم به ترید زدن. خب در گام اول که هیچی، پولت از بین رفت. اما باید چیکار کنیم؟ اصولیش چیه؟ اصولیش اینه که شما اولین کاری که باید انجام بدید اینه که آموزش ببینید. آموزش یا باید به صورت ویدیویی باشه یا به صورت آنلاین به صورت خصوصی باشه یا اینکه حضوری باشه. حالا اینکه از چه استادی میخواید به اصطلاح آموزش ببینید این دیگه در اختیار خودتون، برید خودتون پیدا کنید. خب شما آموزش کامل رو باید ببینید. بعد از اینکه آموزش دیدید باید وارد مرحله تست بشید. یعنی شما یه سری مراحل تکنیکال، مدیریت سرمایه، مدیریت ریسک رو یاد گرفتین. حالا باید بری آزمایشش کنی. میتونی در نسخه دمو آزمایش کنی یا میتونی با سرمایه کم به اصطلاح علمتو بسنجی. بک تست باید بگیری. بک تست چیه؟ یعنی که شما باید برید در گذشته بازار استراتژی که اون استاد بهت یاد داده رو تستش کنی و اگر برآیندت مثبت باشه باید اقدام کنی به حساب ریال که این خودش باز زمان بره. چقدر زمان میبره تریدر بشی؟ همه چی دست خودت. اگر تو یک استراتژی سودساز داشته باشی، بتونی ذهنتو به درستی مدیریت کنی، کنترل کنی، شاید بتونی در 2 ماه و 3 ماه ترید رو به صورت جدی تر شروع کنی و شاید هم در 4 سال 5 سال زمان ببره و این بستگی به نحوه ورود شما به اون مسیره. مسیر تریدر شدن الان خیلی راحت تره تا چندین سال قبلی که ما شروع کردیم و آزمون و خطا دادیم و به اصطلاح تونستیم خودمون رو به اینجا برسونیم. و شما باید چیکار کنید؟ بک تستتون رو بگیرید، شروع کنید تست، پول وارد کنید به صورت جزئی و رشدش بدید. ببینید آمار رو بنویسید، باید ژورنال کنید. ژورنال یعنی چی؟ ببینید ژورنال یعنی این که شما معاملاتتون رو می‌نویسید. بر چه اساسی وارد معامله شدی؟ در چه تاریخی وارد معامله شدی؟ حد سود خوردی یا حد ضرر؟ همه اینها نمادهایی که وارد شدی باید بنویسی، مکتوب کنی که بتونی از اون نوشته ها در آینده استفاده کنی، که بتونی استراتژیت رو بهینه و بهینه تر کنی. پس ما تریدرها یک مسیر بلند مدتی داریم. حالا برای بعضیا که باهوشترن، کنترل بهتری دارن، شاید شخصیتشون برای این بازار مناسب تره، زمانش کوتاه‌تر میشه. ولی دام بازار رو نباید به اصطلاح به دام بازار بیفتید. یعنی چی؟ ببینید خیلی ها هستن میان وارد این بازار میشن،
آموزش هم ندیده طرف، میاد یه ارزیابی میخره 10 میلیونش میشه 100 میلیون. من خودم از این ارزها خریدم که شده به 80 میلیون. حتی من اون موقع مثلا نفروختمش، گفتم بذار بره بالا، بعد اومد پایین. حالا کاری نداره، طرف میاد همچین کاری انجام میده، میگه به به 10 میلیونم شد 80 تومن، پس چرا با 10 تومن مثلا پولمو 8 برابر کردم؟ برم ماشینمو بفروشم، یه دونه ارز اینجوری پیدا کنم 8 برابر بشه، یه ماشین خیلی خفن‌تر میخرم، یه خونه میتونم بخرم. و این دقیقاً همون دام بازاره. این دام دقیقاً کجاست؟ درون ذهن ما، درون ناخودآگاه ما. ببین این نکات ریزو بهت میگم، خودت به جنبندی برس، ببین میتونی یا نه، میتونی تریدر بشی یا نه. من تجربیاتو دارم در اختیارت میذارم. و زمانی که شما میای به طور مثال ماشین رو میفروشی، یهو بازار شروع میکنه به ریزش، به به چی دیگه، پولت از بین رفت. مثلا آقا 100 میلیون تو به طور مثال شد 8 میلیون، یه ریزش سنگین. و اونجاست که به اصطلاح تو از این بازار دلسرد میشی و این رفتار قمارگونه است. ما بهش میگیم رفتار قمارگونه. شما اصلا نباید در این مسیر بیفتی. این مسیریه که من افتاده بودم، تجربه کردم، به شما میگم. اگر شما درس بگیری، میری مسیر اصولی رو شروع میکنی. مسیر اصولی اگر شکست بخوری، دمت گرم. من میگم دمت گرم. چرا؟ چون شکست اصولی خوردن کار فوق‌العاده‌ایه، کار هر کسی نیست. آدم‌های قوی میتونن شکست‌های اصولی بخورن. خود من شکست‌های اصولی نخوردم، یعنی من در بدترین حالت به ترید رسیدم، ولی شما میتونید در بهترین حالت ممکن به ترید برسین و سود کنید. یعنی ما امثال من و بقیه که مدت زیادی تو این بازارن، تاوان سنگینی دادن. پس شما این تاوان سنگین رو ندید، باهوش باشید. خب آموزش رو دیدید، بک تست رو میگیرید، دمو میزنید، اوکی بود، یه ریل شارژ میکنید یا پراپ میگیرید. حالا پراپ قضیهش فرق داره، ما فعلا پراپ رو میذاریم کنار. چرا پراپ؟ چون یه مقدار مسائل خودش رو داره، ولی فعلا میگیم که آقا با یک حساب $100 شروع کنید. سعی کنید مدیریتش کنید، سعی کنید رشدش بدید، سعی کنید که کال نکنید، کال مارجینش نکنید. پس شما آموزش دیدید، کارش انجام دادید، تست. حالا شروع میکنی به دووم آوردن تو بازار. حالا لزوما نمیخواد سود کنی، اینکه تو بتونی با همین سرمایه یک مدت طولانی و درگیر بشی، هی رشد بدی، هی بیای پایین، هی رشد بدی، این نشون میده تو داری رشد میکنی در ترید. شاید مثلا خودت به ظاهر بگی ای بابا چیه، $100 من میشه 150 تا، بعد چند روز بعد 150 تا من میشه 90 تا، 90 تا من میشه 120 تا. چرا همچین چیزیه؟ اگه همچین چیزی باشه باید به افتخار خودت یه دست بزنی، چون تو یک گام جلوتری. گام اول اینه که تو 100 تا رو شارژ میکنی، از بین میره. 100 تا شارژ میکنی، 200 تا شارژ میکنی، از بین میره. گام دوم ترید، موفقیت ترید اینجوریه که تو داری رنج میزنی. 100 تا شارژ میکنی میشه 200 تا، 200 تا میشه 100 تا، 100 تا میشه 120 تا، 120 تا میشه 80 تا، 80 تا میشه 100 تا. این رنج زدن تو بازار گام دومی، یعنی تو پله دومی. پله سوم هم تقریبا میشه این که دیگه شما میتونی اون 100 تا رو رشد بدی در طول ماه، برآیندت مثبته. یعنی 30 روز یا 20 روز معاملاتی شما ترید زدی، $100 شده $160، $150، یعنی مثبت $60 بودی. این فوق العاده است. حالا ماه بعدی اگر $100 تو باز مثبت شد، مثبت 30، مثبت 40، مثبت 50، هر چقدر، فوق العاده است. حالا به صورت 6 تا 12 ماه برآیند تو بتونی مثبت نگه داری، ممکنه که یک ماهی هم تو ضرر کنی. یعنی ممکنه که آقا 100 تایی که ماه اول مثلا ماه ششم میذاری، این 100 تای تو بشه 50 تا، یعنی 50 تا هم ضرر کردی. دمت گرم. این میری برای بحث سود 6 ماهه و سالیانه. یعنی تو 6 ماه برآیندت رو مشخص میکنی، آمارتو مینویسی، ژورنالتو نوشتی، همه چیزو چک میکنی،
ببینید بله من تونستم مثلا $400 از این بازار سود بگیرم، $300 از این بازار سود بگیرم. تو فوق‌العاده کار خفنی انجام دادی و زمانی که سالیانه میای خودتو بررسی میکنی، سود سالیانه و درصدی که سود کردی نشون میده که واقعا تو چقدر تریدر به اصطلاح حرفه‌ای شدی. حالا ما یه سری ریزهایی هم داریم که باید اونام بهت بگم. ببین ما زمانی که میایم سالیانه رو بررسی میکنیم به اصطلاح تو باید اون جزئیاتی رو که پایبند بودی بهش، اون خیلی مهمه. یعنی یه سری جاها تو پایبند نبودی، اونجا میشه باگ کار تو که اونا رو باید برطرفش کنی. چرا؟ چون الان امسال تو داری با 100 تا ترید میزنی، سال بعد باید مبالغ تو بیشتر کنی، سال بعد باید بری پراپ پاس کنی، باید کپی ترید را بندازی. به این صورت یعنی تو باید رشد کنی در سال بعدیت، تو باید سرمایت بیشتر بشه. به طور مثال تو 1 سال مثبت بودی، با سرمایه 100 تا شروع کردی، الان برو با سرمایه 500 تا شروع کن. یعنی 500 تا اول ماه بذار، آخر ماه ببین برندت چیه. 500 تا بیشترش هم میتونی کنی، 1000 تا. وقتی 1 سال بتونی درست ترید بزنی، یعنی تو یک مسیری و 365 روز دوام آوردی و من واقعا بهت میگم دمت گرم. تریدر شدن واقعا زمان میبره، حوصله میخواد و از نظر روانشناسی هم یه صحبتی کنیم. خیلی درگیری داری، درگیری ذهنی پیش میاد برات و یه جاهایی سود میکنی، یه جایی سودت از بین میره، حس انتقام درونت به وجود میاد، طمع تو رو میگیره. یه موقع هست میگی بذار از اصول و پلنم خارج بشم و یه جایی هست میترسی. خیلی از این موارد پیش میاد و این تویی که با تصمیم درست در اون لحظه نشون میدی که چه آدم قدرتمندی هستی. من همیشه میگم کسی که تریدر حرفه‌ایه یک ابر انسانه. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشی. حالا اگر دنبال آموزش رایگانی چیزی هستی، ما آموزش رایگان داریم، داخل کانالمونم به اصطلاح یه سری توضیحات و آموزشات میذاریم. فالو کنید، سابسکرایب کنید پیج رو و امیدوارم که این ویدیو به دست کسایی که میخوان تریدر بشن برسه. نمیتونم همه اون چیزی که میدونم و تو این ویدیو منتقل کنم، سعی میکنم باز ویدیو بسازم و انشالله که شما بتونید در این مسیر موفق باشید.